عیبی توی به این حال گرفتار شد. باید چی دادی؟ زود گپ زن. این را دانستن شما مهم نیست پروکورور. مهم آن است که او را چی طور تبابت میکند، یعنی پازهر. تو چی میخواهی؟ بر عوضی سلام علیکم دوستانی عزیز. بسیاری از من میپرسند که چرا من صاف سودا را رکلام میکنم. میدونین چرا؟ صاف سودا مدتی 4 سال است که کار فعالیت دارد و تا امروز به بیش از 10,000 مشتریان منفعت آوردند. اگر داروهای صاف سودا رزولتات نداد، حتما با شما پولهایتان را برمیگردانند. منفعت و مدت داروها: در مدت 2 ماه مو یورش برآوردند، در 1 ماه از 8 تا 10 کیلو فربه شدند و یا برعکس در 1 ماه از 7 تا 10 کیلو خراب شدند. شکم را گم کردند، پرس برآوردند، داغ سفید و سطح ضرر پسریاز را گم کردند، برای قد دواندن و مردانگی را 5 مراتب افزایش دادند. همه اینها مهمترین محصولاتی طبیعی می باشد، با نرخ ارزان خرید و هم مهمتر از همه مشتریان دائمی را تحفه انتظار هستند. صاف سودا همیشه و در همه حالت با شما. بر عوضی پازهر چی میخواهی؟ زودتر گپ زن. من کمی فکر میکنم. هیچ چیز نمیخواهم. با من دیگر از شما چیزی هم لازم نیست. گمان میکنی که دیگر تو را دستگیر کردن نمیتوانیم؟ تمامی ساختارها تو را میکابند. من همانقدر مشتاق دیدن روی خنکی تو نیستم. حالا باز وا میخوریم. این مراتب تو از چنگ ما رهایی نمییابی، دانستمان. درست خانم پروکورور. شما به نهایت شانسی کلان داشتید ولی از عهده‌اش نبرآمدید. لطفاً این گپ‌های مرا به یوز رسانید. البته که حالا نموده باشد. پلیدی نابکار. شاید که مرگ یوز نزدیک آمده باشد، ولی مرگی تو باز هم نزدیکتر. درگان آخرتش به خیر باشد. پازهر در حقیقت هست؟ البته که هست. برای احتیاط آماده کرده بودم. آدم با عقل برای زنده ماندنش کوشش میکند، ولی یوز آدمی با عقل نیست. البته اکنون چی میشود؟ میمیرد؟ میمیرد، چون که به نهایت دیر شد. پازهر را دیم هم دیگر فایده ندارد. براستی پازهر را من پنهان نکردم. در پایگاه هم بود، در نزد داروهای دادر هم بود. عجیب. چرا آن را مصادره نکردند؟ چون که نمیدانستند. دیگر چی هم میکنی؟ آخر همین گونه آدم است یوز. وطنش را از جانش بالا میداند. مرگی پر دهشت، همین طور نه؟ بگمانم دوست آمد. دروازه را کشا بچه. این چی طور شد؟ چی شد؟ حیران شدی درگان؟ کشید آنها را، همه‌شان را کشید. چرا آدمانمان شخ شده ایستادند؟ کدام آدم ها؟ کو به اطرافت یک نظر کن. چی خیلی این طور شد؟ همه این بازی بود؟ تو همراه اینها هستی؟ تو فکر کردی که در این باره به دوست چی جواب میگویی؟ نرنج درگان، مجبور شدم. چی مجبور شدی؟ چی تو را مجبور کرد؟ تو گمان میکنی که اینها تو را زنده میمانند؟ این پایگاهی من است. هست تو بود، ولی ما این جای را تازه کردیم درگان. وقتی تو بیهوش بودی ما همه را تازه کردیم. این چی خیل شد؟ دانستن میخواهی چطور؟ جمع شوید، میرویم. درگان را گرفتیم ولی به ما نیرو علاوگی لازم است. با شما نیروی علاوگی فرستادیم ولی درگان را با پایگاه برید. تمام. به ما دکتر لازم است. درگان زخم برداشت، خونش بسیار رفت. خوب، حل میکنم.
با اجازت شما. ایستا. از ماشین فرایید. برو از ماشین. ایستد. Dragan زنده است قماندان. شمایان در محاصره اید. سلاحتان را گذارید. دست با بالا. من به تو همگی یک سوال میدهم، جواب ده. درپاکو کجاست؟ نمیدونم. باور کنید نمیدونم. نه تنها در کجا بودنش، حتی صورتش را هم ندیدم. دروغ، تو دروغ میگویی.